دلم برای بابام تنگ شده. روایت یک دلتنگی. به اینکه اونایی که خانواده شهیدن چه میکشن، با بچه‌هایی که پدراشون از دست دادن چیکار میکنن واقعا. 9 ماه است پدری در این خانه نیست. میخوای تو بگی من بگم؟ بذار من همه جزئیاتو بگم. یه ذره شده با هم نیست. آخرش تو بگو. رادین و روشنا هنوز به یادش هستند. هیچ یاد خاطره ندارم. رادین به یاد خاطرات پدر هر چند وقت یک بار نقاشی می کند. فاصله او و پدرش اما در واقعیت بیش از این نقاشی است. داشتم بابا قهرمانم دلم بد تنگ شد. ببینم نقاشیتو. این نقاشی رادین امانت به دست ما و فرمانده نیروی دریایی سپرده می شود برای رساندن به پدرش 1800 کیلومتر دورتر از شهر نوشهر. اینجا ناوبندر مکران است. ناو پشتیبان ناوشکن دنا در ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش. پدر رادین و 350 نفر دیگر که آنها را قهرمان گفته بود برای اولین بار در تاریخ ایران توانستند با عبور از اقیانوس آرام و اطلس و 65,000 کیلومتر دریانوردی یک دور کامل به دور کره زمین بزنند. پدر رادین اینجاست. او مسئول بهداشت ناوگروه است. عرضم به حضور شما تمام مسائلی که نسبت به بهداشت. حالا امانت از نوشهر به صاحبش میرسد. آره اونها هم در اون دیدار امانتی برای شما فرستادن هر دوتاشون. اینا رو باید رونمایی بکنیم. البته خیلی زیبا هم شما رو کشیدن هم خودشون رو و هم مادرشون رو. آره این مال روشنا خانومه که 4 سالشه، وارد 5مین سال شده، البته 5 ساله شده. در نبود پدر تولدش هم پدر در دریا بوده. اینم مال آقای رادین خان. رادین چی نوشته براتون؟ به تو افتخار میکنم بابای قهرمانم، دلم برای تنگ شده. این البته حرف همه بچهای عزیزان در ناوگروه. این قهرمانان با عبور از طوفان‌های اقیانوس آرام و اطلس عملاً 5مین کشوری شدند که نیروی دریایی‌اش چنین توانایی دارد. این آبها متعلق به همه مردم جهانه و هر کسی که این توانمندی رو داشته باشه میتونه حضور پیدا بکنه. نیروی دریایی ارتش میگوید مأموریت ناوگروه 86 در چرخش به دور کره زمین ارزیابی برای حضور دائم ایران در اقیانوس‌های اطلس و آرام است که برای تضمین امنیت تجارت جهانی ایران صورت گرفته. حدود 90% تجارت ایران از راه آب‌های آزاد می‌گذرد. اخیراً فرماندهی نیروی دریایی ارتش در اقیانوس آرام هم شکل گرفته است. حالا این ناوگروه به مبدأ 9 ماه پیشش برمی‌گردد. این لحظه پایان یک عملیات دریایی است. پدر رادین به این انتظار پایان داد. همه خانواده‌ها به استقبال 351 دریانوردشان رفتند. والا وظیفه ما بود که انجام دادیم. انشالله از این افتخارات تکرار بشه دیگه. پدر رادین میگوید موفقیت در مأموریت دریانوردی به دور کره زمین توسط ایرانی‌ها مدیون خانواده‌اش و همه خانواده‌های ناوگروه 86 است. یونس شادلو، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بندر عباس.